دوستانم بالای برج پاریس دیگه از بالا بعدم فیلم گرفتم. خیلی جای فضای عالی، لوکیشن‌های عالی، یعنی بالای برج بالاشایی کلا منظره پایین میبینی دیگه، میتونی راحت فیلم بگیری. یعنی از فضای کلا پاریس لذت ببری، میتونی همه جایش میتونی میبینی دیگه. اینم سفر ما به پاریس. فیلم گرفتم، حضور در یوتیوب آپلود میکنم دیگه. حتما یوتیوب میتونی فیلم کامل شد یا کنید دیگه. فالو سابسکرایب ازتون دوستان نره دیگه، حمایتم بکنید دیگه. جانم هستن دیگه که اجازه ویدیو بیشتر بزنم. تیکیتش هم اینجا تا بخواید تا نقطه آخرش بری 27 یوروسته، اگر تا وسطایش بری 8 یوروسته تا 13 یورو است. اگر بخواید تا آخر بری 27 یوروسته. میتونی از بالا با کل جای دیدنی فرانسه رو میتونی ببینی، همه جایش دیگه. دوستا از ویدیو خوشتون میاد حتما فالو سابسکرایب کنید و دوستایتون شیر کنید دیگه، حمایتم بکنید دیگه که از این ویدیو براتون بیشتر بذارم. اینم یک سفرم در کشور پاریس دیگه. انشاءالله سفر بعدیم ایتالیا است، چون ایتالیا را روم برم. روم خیلی دوست دارم دیگه. انشاءالله در زودی روم هم میرم براتون فیلم میگیرم میذارم دیگه. تنها هم نذاره دیگه دوستا. اینجا هم در اوریدیش هست، کنترل میکنه بعد شما داخل میانه دیگه. هم فضای بیرونش هم اینتریسته، بد نیست دیگه. تو پاک هم نیست و تو کثیف هم نیست دیگه، نرمال است دیگه، خوب است دیگه. اما هوا بارانی است، هوا بارانی بود. هوا خیلی سرد شده اینجا پاریس، یعنی یک کشور گرم بود، اینجا خیلی سرد است. یه هفته کلا باران نباره دیگه. مجبور شدم که چتر خریدم که کابلیم خیس نشه دیگه، نشه خاطر دوستان. یه بالا فالو سابسکرایب کنین، علامه زنگوله رو میذارن فشار بدن دیگه، تنهایی نذارن. ویدیوهای بیشتر میتونین در یوتیوب نگاه کنین. فالو تیک تاک، اسنپ چت، اینستاگرام و یوتیوب ما فالو کنین دیگه، با اون باشین دیگه. بازم از همه تان تک تشکر دیگه. جانم هستن دیگه، حمایتم بکنن دیگه.